بسم الله الرحمن الرحیم. دکتر خلیفه سلطانی هستم، جراح و متخصص چشم، پزشکی عمومی و فارغ التحصیل دانشگاه تهران و دوران تخصص رو فارغ التحصیل دانشگاه اصفهان هستم. قریب 20 سال هست که در کلینیک صدرا مشغول فعالیت هستیم. کلینیک صدرا از حدود سال 82-83 فعالیت خودش رو آغاز کرده در زمینه لیزیک و جراحی‌های چشم، جراحی فوق تخصص، قرنیه، شبکیه و استرابیسم فعالیت خودش رو داره انجام میده. حدود 60 نفر از پزشکانی که شاغل در اصفهان هستند، چشم پزشکا در این مرکز مشغول فعالیت هستند. به روزترین دستگاهی رو که در کشور موجود هست در این کلینیک هم داریم و همکاران ما دارن زحمت میکشن و خدمت رسانی میکنن به مردم عزیزمون.